با سلامی دیگر بار از دفتر مرکزی رادیو آزادی شهر پراگ شعله گلخوجه هستم که در مدت چند دقیقه سرخط خبرهای مهمی روز رو برای شما معرفی میکنم و بعضی از این موضوعها رو ما در برنامه خبری رادیو آزادی که بعد از 3 ساعت دیگر تقدیم شما میشد با تفصیل شرح خواهیم داد. البته به چون و چرا نگاه میاندازیم به آتش سوزی در بازار سلطان کبیر در شهر دوشنبه که در چند ساعت تقریبا 10 صاحبکار را به اصطلاح خانه خراب کرد و خود صاحبکاران در رابطه با آتش سوزی چی میگویند و چی مقدار ضرر دیدند ما برای شما خواهیم گفت، چون همکاران ما این موضوع را حالا تلاش دارند که پوشش بدهند. اموملی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با چی پیامی به چین می رود؟ قرار است در آخر همین هفته در چین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شود. برای اولین بار در این نشست 2 عضو نو از جمله پاکستان و هندوستان نیز شرکت خواهند کرد. در پایتخت گرجستان هزارها نفر استعفای حکومت را تقاضا دارند. اعتراض مردم 3 روز پیش بعد از اعلان حکم عاملان مرگ یک نفر نابالغ شروع شد و اعتراضگران میگن که هرگز عقب نشینی نخواهند کرد. نمایش قانون تنظیم با کی نفورید و یا برای چی صحنه‌چه هجوی در محفل ظریفان بحث و کشمکشی های دانشجویان هنرمندان را در پی داشت و همچنین یکی از رهبران حکمان را حتی به پاره‌خوری متهم کردند. دادگاه حکمی بهتر است یا دادگاه دولتی؟ چرا برخی از حقوقشناسان میگویند که دادگاه حکمی بهتر است، ولی مقامات تاجیکستان نمیخواهند که برای مردم در این باره معلوماتی بیشتر بدهند. البته ما تلاش خواهیم کرد که تا شروع برنامه خبری همچنین در رابطه با سرنوشت کرامت شریپوف فعال حقوق مهاجران در روسیه معلومات بدیم، چون قرار بود که امروز بالاخره بعد از چند ساعت دیگر دادگاه حکم خود را در رابطه با شهروندی او اعلان کند. هفته گذشته باید دادگاه حکم خود را اعلان میکرد، اما بنابر آنکه نماینده وزارت کارهای داخلی گفت که باید همه ادعاهای کرامت شریپوف به نظر گرفتن نشود، دادگاه برای 1 هفته تنفس اعلان کرد. خلاصه دوستان عزیز، همه شما را ما بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی انتظاریم. برنامه ما در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب پیشنهاد شما می شود. همچنین پخش مستقیم برنامه را شما می توانید در www.azadi.org که سامانه رسمی ما است تماشا کنید. اگر نتوانید که برنامه مستقیم ما را ببینید، پس ما ثبت آن را در شبکه‌های اجتماعی که آنجا ما صفحه های مخصوص داریم پیشنهاد شما خواهیم کرد. خلاصه اگر شما نیز چه خبر و نظر و پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید، ما همه نظرهای شما را حتما به این نوبت خواهیم گرفت و خبرهایی که شما پیشنهاد میکنید میسنجیم و برای شما تفصیلات را خواهیم گفت. همه شما را ما بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر منتظرم.